مشاحن رم الله نمی بخشه. الله همه می بخشه، مشاحن رو نمی بخشه. مشاحن کی هست؟ کسی که در دل خود حقد مسلمان داشته باشه، کسی که در دل خود کینه مسلمان داشته باشه، کسی که در دل خود خصومت با برادر مسلمان خود داشته باشه. این را الله سبحانه و تعالی نمی بخشه. عزیزان و بزرگواران، ماه شعبان هست، ماه استقبال از رمضان هست. ما بیاییم نگاه کنیم که آیا ما نسبت به برادران مسلمان خود حقد و کینه و اینها داریم؟ ببخشیم، همدیگر را عفو کنیم. خذ العفو، عفو را پیشه خود بساز. بهترین انسان کسیه که شب وقت در بستر میخوابه، قبل از این که چشمان خود را ببنده فکر بکنه که آیا با برادر مسلمان خود من کینه دارم، عداوت دارم، حسادت دارم، بخل دارم. اگر داشت جا در جا توبه بکنه. یا الله مرا ببخش که نسبت به برادر مسلمان خود حقد و کینه داشتم، نسبت به برادر مسلمان خود عداوت داشتم، نسبت به برادر مسلمان خود حسادت داشتم، نسبت به برادر مسلمان خود خصومت و دشمنی داشتم. این عزیزان و بزرگواران، این که انما المؤمنون اخوه به همین هست. مسلمان اگر از 3 روز بیشتر نسبت به برادر مسلمان خود کینه داشت، در مسلمانی خود باید تجدید نظر بکنه. نمیشه بالاخره. امروز متاسفانه در بعضی گوشه و کنار دیده میشه برادر خونی، برادر تنی، برادر نسبی با همدیگر میبینی دیق و آزرده هستند. دو خواهر با همدیگر آزرده هستند، برادر از خواهر آزرده، خواهر از برادر آزرده. نبی مکرم اسلام میفرمایند اگر مسلمان نسبت به مسلمانی از 3 روز کینه بیشتر گرفت، در ایمان خود و در مسلمانی خود باید تجدید بکنه. دین اسلام دین رأفت، محبت. اگر کسی با ما بالآخر دشمنی کرد، مهمترین چیز اینه که ما عفو داشته باشیم، ما بالآخر در دل خود کینه و عداوت و دشمنی قرار ندیم. قلبی که الله سبحانه و تعالی برای مؤمن قرار داده تجلیگاه پروردگار عالم هست. قلبی که اونجا الله تجلی میکنه، نور پروردگار عالم در اونجا میتابه، تو چگونه در او قلب کینه را پرورش میدی؟ چگونه در او قلب عداوت را پرورش میدی؟ چگونه در او قلب حسادت و بخل را پرورش میدی؟ چگونه در او قلب خصومت برادر مسلمان و دشمنی با برادر مسلمان را پرورش میدی؟